ناراحتی بسیار از هواداران تیم ملی فوتسال زیر 17 سال ایران به خاطر باختش در مقابل تیم افغانستان. از شما ایرانی های عزیز خواهش میکنم به عنوان یک همسایه شما و فارسی زبان هر از بازی برد و باخت دارن و کوشش کنین بار دیگر قوی تر بیاین در میدان و از بچه‌های افغانستان میبینید که بسیار در فوتسال قوی است و دیگه در آسیا حریف اول میزنن و کوشش کنین بار دیگر با بازیکنای بسیار خوش اخلاق بیاین که به خاطر بازی بلد باشن، نه که بیاین جنگ و دعوا را بندازن. جانم هستین، ویدیو رو پلی می‌کنم تا ویدیوی بعد. خداحافظ. نظرات خود در زیر ویدیو نوشته کن. لطفاً از نردا عقب. خدایا باختیم. چرا اینجوری شد؟ چرا باختیم؟ آروم باشین بچه‌ها. ایران باخت، دوباره باخت. جان عباس چه گلی زدی عباس، ایران سوراخ شد عباس. علی احمد تو که انگار با موشک زدی افغانستان.